چند پیش در اینترنت ویدیوی لحظه دوچرخه را دزدیدن یک جوان نشر شد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 22 اپریل خبر داد که کارمندان میلیس پایتخت تاجیکستان با کمک شهروندان توانستند این دزد را معاین و دستگیر کرده یک سلسله جنایت‌های دزدی را آشکار کنند. بنا به اطلاع رسمی کارمندان میلیس معاین کردند که جوان در نوار انعکاس یافته شهروند زویتوف رستم فرقاتوویچ سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی می باشد. در اطلاع گفته می شود ضمن پروسس و پیشبرد کارهای تفتیشاتی معاین کرده شد که نامبرده در 3 حالت جنایت دزدی دست داشته دوچرخه‌های شهروندان را بارای پنهانی تصرف نموده است که در عموم به جبر دیدگان به مبلغ 6000 سومانی ضرر رسانیده است. از جمله سانه 26 ینوار سال 2022 او یک عدد دوچرخه ساکن پایتخت را از انبارخانه منزل استقامتیش واقع در کوچه میر که ارزشش 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه فرار کرده است. فعلا رستم زویتوف در حبس پیشکی قرار داشته نسبت به او بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. به او بر اساس این بند قانون از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند.